وزارت مدافع تاجیکستان روز 25 مای سال 2023 با نشر یک اظهارات در سامانه‌اش در پی تحقیق ویدیوی در اینترنت نشر شده خبر گویا از جانب هم خدمتانش لطوکوب شدن و به بیمارستان افتادن سرباز قطاری مجیدوف اصلدین به اساس نامیده رد کرد. روز 24 مای در فیسبوک همراه با چند عکس و ویدیو خبر نشر شد که گویا اصلدین مجیدوف در پی لطوکوب در قسم حربی در بیمارستان شفابخش معروف به بیمارستان قره‌بالای شهر دوشنبه بستری کرده شده است. به گفته مؤلفان مجیدوف را چنان زدند که به ستون مورش آسیب رسیده و دست و پایش از کار مانده است. وزارت مدافع در بیمارستان شفابخش بستری شدن اصلدین مجیدوف را تصدیق کرد، ولی گفت سبب بستری شدن او نه لطوکوب از جانب هم خدمتان بلکه بیماری موشکاست که نام طبی این بیماری علوی میگین بری می باشد و به خدمت حربی یگان علاقمندی ندارد. بنا به اطلاع وزارت سرباز قطاری مجیدوف اصلدین سال تولدش 2004 اول ماه اپریل سال 2023 از نویه رشت به یکی از قسم‌های نظامی وزارت مدافع به خدمت حربی دعوت شده است. این سرباز از صحنه 13 ماه سال 2023 خود را بدیس نموده به نقطه طبی قسم حربی مراجعت می نماید. دکتر نقطه طبی حالت بیماری را تشخیص کرده به او یاری طبی می رساند و والدان سرباز را نیز از وضع بیماری فرزندشان در جریان می گذارند. بنا به نقل مرکز مطبوعات وزارت مدافع، والدان سرباز صحنه 14 ماه سال 2023 هنگام خبرگیری فرزندشان حالت او را معتدل در می‌یابند و از کماندیران قسم نظامی خواهش می‌کنند که به پسرشان رخصتی دهد، ولی بعد از چند روز به رخصتی برآمدن وضع سلامتی سرباز قطاری مجیدوف در خانه بد می‌گردد و والدانش او را 17 ماه سال 2023 برای تشخیص و معاینه به مؤسسه دولتی مرکز ملی طبی جمهوری تاجیکستان شفابخش می‌برند. در این خصوص مسئولین قسم نظامی را نیز خبردار می‌نمایند. وزارت با تکیه به سردار شعبه عصب رقم 1 کلان سالون الماسوف تیمور ملک و دکتر عصب شناس امین شعبه قاسم موعد افروز گفت ضمن معاینه و تشخیص پرره معین می‌گردد که سرباز قطاری مجیدوف اصلدین به بیماری علائم گین بره مبتلا گردیده است و بیماریش به خدمت حربی یگان علاقمندی ندارد. بنا به اطلاع وزارت عین حال رفت معالجه سرباز قطاری مجیدوف اصلدین تحت نظارت طبیبان بیمارخانه شفابخش و ریاست طبی حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان قرار دارد. صحبت با خود مجیدوف اصلدین و نزدیکانش هنوز میسر نشده است.